الله. لا سبحان الله، لا سبحان الله، لا سبحان الله. حولي وقوتي إلا بالله العلي العظيم. الله لا أكبر، الله لا أكبر، الله لا أكبر، الله لا أكبر. لا سبحان الله لا أكبر، الله. همه چی با نوشتن نامه ها شروع شد. اون نامه ها رو می نوشت. من داخل پاکت می زاشتم و مهرمون می کردم. می بردم به آدرسایی که نوشته شده بود تحویل می دادم. هفته 7 نامه نوشته می شد که من هر شب جمعه می بردم به سمت آدرس ها، تو پادری می زاشتم. پنهونی نگاه می کردم تا مطمئن بشم نامه برداشته میشه. اما یه روز اتفاقی افتاد. از کنار خونه‌ای رد شدم که بهشون نامه تحویل داده بودم. یه اعلامیه ترحیم دیدم. عکس دختری که بود و شناختم. همونی بود که نامه تحویل گرفته بود. مرده بود. به سراغ بقیه آدرس ها رفتم. یه چیزی شده بود. اینکه هر 10 تا آدرسی که بهشون نامه تحویل داده بودم مرده بودن. فکر میکنی ارتباطی بین اینها وجود داره شقایق؟ بین نامه ها و مرگ اون آدم ها؟ نمیدونستم چه ربطی داره. اما یه روز یکی از پاکت ها رو قبل از اینکه ببرم باز کردم. یه نوشته عجیب غریبی توش بود. بعدم فهمیدم که برعکس نوشته شده. منم با آینه خوندمش. چی نوشته شده بود؟ نوشته بود آرامش ابدی در انتظار روح توست. ببین شقایق، من روانشناسم، تو هم تحصیل کرده ای. نمیدونم چطور از خیاطی و مزون لباس عروس سر از کار کردن پیش یه همچه آدمی در بردی. یه لطفی کن دیگه پیش اون آدم نرو. خودم چند تا سفارش خوب برات دارم میفرستم. ببین بهترین کار اینه که سرت گرم بشه. حالم بهتره. سفارش لباسای جدیدم گرفتم. سفارش عبا. چه خوب. لابد پیشنماز مسجدتون سفارش داده آره؟ منم همین فکر رو میکردم. ولی وقتی به آدرس جایی که سفارش داده بود رفتم تعجب کردم. چرا؟ واسه اینکه مشخصات سفارش دهنده لباس کاملا درست بود. یه مرد مسن روحانی که اتفاقا پیشنماز مسجدم بود.
سلام. این سفارشتون که قرار بود امروز بهتون تحویل داده بشه. سفارش؟ بله. سفارش عبا بود. عبا؟ اینم برگه مشخصات، اینم آدرستون، پلاکم که درست است. بله آدرس درسته. ایشون هم پدر من بودن، روحانی بودن. بله. خب مشکل چی بود پس شقایق؟ گفتن 10 ساله که مرده. در ادامه مرگ‌های مشکوک قتل 6 زن جوان دیگر، پلیس مجدداً اذعان داشت هیچگونه مدرکی حاکی از قتل کشف نشده و مرگ هر 6 زن در اثر خودکشی اتفاق افتاده است. ناپدید شدن زن جوان دیگری که هفته گذشته خبرش حاشیه‌ساز شده بود، پس از جستجوی پلیس جسدش در خانه‌اش در حالی که تمامی درها و پنجره‌ها از داخل قفل بودند پیدا شد. من یه چیزیم شده، چشام تار میبینن، دستام میلرزن، بعضی وقت میخوام بلند شم نمیتونم، کمرم میگیره، مثل پیرزنای 80 ساله شدم، دندونم یکی یکی میریزه، دستام چروک شدن. من مطمئنم این مسئله ربطی به روانتو نداره عزیزم. ببین دوست من متخصص مغز و اعصابه، برو پیشش معاینت کنه. پشت گوش نندازی شقایقا، خیلی مهمه. ضایعه نخاعی غیر از تنگی کانال نخاعه. وقتی پزشک جراح و متخصص این بیمارستان قبل از ورود به اتاق عمل از بیمار خودش نامه رفع مسئولیت میگیره، این اسمش خیانت نیست، جنایته. میدونم وسط جلسه هستیم ولی یه مورد خاصه، میشه یه نگاه به اینا بندازیم؟ موضوع چیه؟ به نظر شما بیمار چند سالشه؟ یه زن 75 ساله. چطور؟ بگو بیاد داخل. شقایق سلام. از وقتی نمیری پیش اون نامه نویس حالت بهتره؟ از وقتی از پیشت رفتم حالم بهتره. اتفاقا به تازگی سفارش لباس عروس گرفتم. چه خوب، تعریف کن ببینم. فکر کنم از بستگانت باشه، چون گفت باهات یه نسبت نزدیک داره. جدی میگی؟ من شماره‌تو به چند تا از دوستام دادم چون کارت خیلی خوبه، ولی بستگان نمیدونم اسمش، آدرسشو دارم چون بعد امروز تحویل بدم بهش. خیلی خوبه. بعد صحبتمون نشونم بده. حالا یکم از خودت بهم بگو. حالم بهتره، خیاطی میکنم. اتفاقا دیشبم خواب یه عروسی دیدم. فکر کنم رو اعصاب روانت تاثیر خوبی گذاشته، نه؟ حالا چه خوابی دیدی؟ خواب یه عروسی بود، ولی دامادی تو کار نبود. همه لباس سیاه و عزا پوشیده بودن. عروسم مرده بود. که اینطور عروس رو هم میشناختی؟ نه، ولی خیلی شبیه تو بود. اینم آدرس جایی که بعد سفارشش رو تحویل بدم.
که آدرس خونه منه. کی از خونه من باید تماس گرفته؟ شوخیت گرفته؟ خواب عروسی رو دیدی که مرده، اونم شبیه به من؟ حالا از خونه من بهت سفارش لباس عروس دادن؟ جلسه امروز تمومه، برو بیرون، میخوام تنها باشم. چی داری میگی؟ دعای خیری توش نیست. امونم اون روز عروسش خودکشی کرده بود. وقتی انسانی میمیره رو فرصت این رو داره که از دریچه‌ای که براش باز شده عبور کنه.